من اگر وزیر معارف می بودم من اجازت نمیدادم که معلم های مثلا بیولوژی درس های زبان ادبیات را گذارند. کاری را اجرا نمیکردن که مقبول خلق نیست. تمام تقبوزی نمیکردم. همین کروپسا را وای نمیکردیم ده. ما اگر آدمی منصبدار می بودیم یگان آدمی بیسواد آینده که به کار قبول نمیکردیم. پراخری را نمیکرده. بسیار شعار اگر بگیری فقط زوروری است. اما زیر دستش سیاست میکنه، عذاب میتید، کار میفرماد، تمام. بفهمه فکر وی را و احتیاجاتش را مثال همو خیلی دونسته اگر رفتار کنه خیلی مثال مردم هم زور نمیبی از این کردن.